میشه یه شهر عاشق یه آدم باشن. ای کاش همه همینقدر محبوب بودن. 2 سال نمیذاشتن من کار کنم. هیچ کسی سریال میرفتم قرارداد می‌بستم، پس فردا صبح امضا می‌زدم، گفتم آقا ممنوع کاری. میگفتم میشه بپرسین چرا؟ آقا یکی به من اعلام کنه چرا ممنوع کارم. اگه اشتباه کردم میگم ببخشید. میرفتم برنامه مهمون برنامه گیریم میشدم، آماده ممنوع کاری. یعنی اصلا برام مهم نبود، اصلا برام مهم نبود. به خاطر اینکه اصلا روزی منو خدا میده. مگه قراره تلویزیون ایران به من روزی زن بچه‌ام بده که مردم بیام بگم یا خدا غلط کرده، استغفار میکنم یه کاری کنم. تشنانندگی که بلدم، اسنپ، یعنی بالاخره یه چیزی به اسم شرافت وجود داره که اونو دیگه زیر پام نمیذارم برای اینکه با تلویزیون کار کنم. 2 سال من ممنوع کار میکنم به خاطر 2 تا مجری که نشسته بودن به علی دایی اسطوره این مملکت توهین میکردن. شانس بدیم که پرتغال با مالدیو بازی نخوره، چون اون موقع آقای دایی 15 سال دیگه تو تیم ملی باشن باز یه روزه رونالدو کار میکنه. یعنی یه لطفی که مالدیو آقای دایی و این رکورد کرد واقعا هیچ کس نکرد. دوستایی هستن که 5 میلیون تومان میگیرن، یک سال از سن شما در شناسنامه کم میکنه. آقای دایی هم که ماشاءالله بزنن به تخته، ایشون کاسب منصف عقل اقتصادی خیلی خوبی هم دارن، ماشاءالله جیبشون هم خوب پره. میتونیم صحبت بکنیم که ایشون اصلا سرشون دوست هستیم، نوجوانان هم حتی میتونن شروع کنن. اعتراض کردم چرا رو آنتن زنده این کارو میکنین؟ حقم اعتراض کنم. من دارم پول میدم بابت اون تلویزیون، نمیخوام ببینم اسطوره مملکتمو دارن مسخره میکنن. مگه میشه برو تو پرتغال 2 تا مجری بی همه چیز پرتغالی پیدا کن بیان بشینن کریستیانو رونالدو رو مسخره کنن؟ اصلا من هر جای دنیا بگم 2 تا مجری تو تلویزیون کار کردن ازم تست الکل میگیرن، میگن نمیشه، تو یه چیزیت میشه. به خدا قفله، از بورکینافاسو قفله تا امریکاش. ولی اینجا کردن. علی دایی مسخره میکردن، نزدیک بود که کریستیانو رونالدو 2 تا گل دیگه میزد، رکورد شهریار رو میزد. و اینا تو تلویزیون تو برنامه زنده چرا کسی نمیزنه تو دهنشون؟ میگفتن که آقای دایی که ماشاءالله وضعشون خوبه، مشکل مالی ندارن، برن پول بدن ثبت احوال، میگن هر چقدر میگیرن 5 سال کوچیک میکنن، سنشو کوچیک کنه، بره یه مالدیو دیگه هم پیدا کنیم، آقای دایی نذاره رکوردشو. جل نباید بگیرن دهنی همچین آدمی رو. همون روز این آدم نباید اخراج شه. من ممنوع کارشم باشه. اگر واقعا اینا ملاک کار کردنه، از این به بعد من خودم ممنوع کار میکنم برای ما. آدم معروف خیلی داریم، آدم مشهور خیلی داریم، قهرمان بودن، رئیس فدراسیون فلان فلان، ولی اینقدر محبوبیت ممکنه نداشته باشن. قدرت دارن ها. الان علی دایی هیچ قدرتی نداره ولی محبوبیت داره. یکی از دوستام تعریف می‌کرد، میگفت با آقای دایی اردبیل بودن خیلی سال پیش، بعد از دوره میدونی با آقای دایی میرفتن، میبینن ماشینای خطی که وای میسن دوره میدون، مثلا سید خندان 2 نفر اینجوری تو اردبیل، میبینن روی یه پیکانی عکس علی دایی و پشت چیز قشنگ کاور مشمع کرده که خراب نشه فلان، چسبونده به شیشه عقب. علی دایی وای میسه به این دوستم میگه که برو اون عکس منو ازش بخر، تو 5 میلیون ازش بخر. مثلا این 5 میلیون که من میگم اصلا شاید ماشین یارو موقع 15 میلیون میارزید. اون آقا میره بهش میگه که داداش این عکس علی آقا رو به من میفروشی؟ میگه نه. میگه 1 تومن ازت میخرم. میگه نه آقا فروش نیست، برو 2 تومن میخرم. میگه 5 تومن ازت میخرم. گفت یارو بهم گفت اگه تو عکس ناموس تو 5 تومن به من میفروشی من عکس تو میفروشم. من رفتم اردبیل، شاید جایی هم هست من ندیدم، الان بگم نگم فردا فلان مغازه هست سر کوچه ما، آره شاید یه جایی هم هست، ولی من هر جا رفتم علی دایی دیدم، عکس هیچ کس دیگه ندیدم. بعضن تو مغازه 4 5 تا حاجی رش میری قهوه خونه اردبیلی عکس علی دایی بالاست.